2 عدد تخم مرغ رو با همزن دستی میزنیم تا کف کنه. 2/3 لیوان شکر به اون اضافه میکنیم. نصف لیوان شیر به اون اضافه میکنیم. نصف لیوان روغن اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم، میذاریم کنار. داخل ظرف بعدی مقداری حدود 1 لیوان پر آرد که 3 بار الک شده تا صاف بشه میریزیم. پودر وانیل و بیکینگ پودر از هر کدوم نصف قاشق چایخوری میریزیم. مقداری کاکائو میریزیم. خوب مواد رو هم میزنیم و به مواد اصلی اضافه میکنیم. وقتی که میخوایم این مواد رو با هم مخلوط کنیم کم کم اضافه میکنیم تا گوله نشه. 45 دقیقه روی حرارت قرار میدیم تا خوب بپزه. حتما ظرفی که روی حرارت میخوایم بذاریم نچسب باشه و تهش رو چرب کرده باشیم.